من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سوره مبارکه یونس، این سوره به نام سوره یونس نامگذاری شده چون که تسمیت الکل به اسم الجز تذکره و یاد یونس نبی، یونس پیغمبر در این سوره آمده، لذا الله تعالی این سوره را به نام ایشون معمولا مطلب عمده و مطلب مهمی که در سوره باشد که می طلبد شنونده و مخاطب بیشتر توجه کند، سوره را به اون نام یاد می کنند، ذکر می کنند، به اون نام مسما می کنند. لذا مطالب بسیار نغز و جالب و خوبی در این سوره هست، ولی موضوع یونس قابل توجه است. یک اتفاقی که در دیگه امتها سراغ نداریم، در هیچ ملتی و امتی سراغ نداریم، و اون چیه؟ اون اینه که عذاب بیاد بالای سر قرار بگیره، اما به دلیل تضرع قوم عذاب از اونها دفع بشه، الله عذاب را برگرداند. پس هر جا که موضوعی هست و سوره به نام اون موضوع یادآوری شده، نامگذاری شده، شما اون موضوع را با دقت دنبال کنید، چون اون موضوع خیلی مهم است، در اون سوره اهمیت دارد و حکم محوری را دارد. خب الان ربط این سوره را میخواستم عرض کنم با سوره های گذشته. اولا ما برای نفی شرک در سوره های گذشته دو مسئله را خواندیم، دو موضوع مورد توجه همیشه بوده. اول اینکه بغیر از الله عزوجل هیچ کسی کارساز غالب نیست، هیچ کسی مدبر و متصرف و گرداننده امور نیست، این را باید در نظر داشت. دوم اینکه چنان قدرتی که بخواهد با قهر یا با محبت و رو در بایستی بیاید و شفاعت بکند هم وجود ندارد، چون بیشتر این دو موضوع باعث می شد که مشرکین شرک بکنند. درباره یک شخصیت معتقد بوده که این قدرت دارد، مثل خدا میتونه برای ما کاری بکند، یا اینکه اگه میگفتن این قدرت را ندارم میتونه شفاعت ما را بکند، سفارش او پذیرفته میشه. لذا در سوره های قبلی این مطلب بوده که بغیر از الله هیچ کسی کارساز، مدبر، متصرف، مختار نیست. با دلیل بحث شده، دلائل عقلی و نقلی هم در اون سوره ها آمده. الان در سوره یونس این دیدگاه غلط را
و این خیال غلط را رد می کند، عقیده فاسد مشرکین را که اونا معتقد بودند و قائل بودند به اینکه بعضی از خدایان میتونند شفاعت بکنند، شفیع غالب میتونن باشند و حتی میتونن برخلاف میل خداوند و رضای الله عزوجل سخن و خواسته ما را حل کنند، یعنی خدا نخواهد اونها که بخواهند میشه. لذا در این سوره الله تعالی رد شفاعت میکند، این نوع شفاعت ها پذیرفته نیست. الله میفرماید الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم، این آیات کتاب حکیم هستند. ما قبلا خواندیم که هر وقتی که صفت کتاب حکیم بیاید اشاره به این هست که غالب مباحث در آن سوره چی هستند؟ دلائل عقلی هستند که از حکمت سرچشمه گرفتند. الان در این سوره گرچه واقعه یونس نقل شده، دلیل نقلی است، اما بیشتر دلائل عقلی هستند، لذا صفت کتاب حکیم آمده. و جایی که صفت کتاب مبین بیاید مثل سوره یوسف تلک آیات الکتاب المبین، اون وقت در اون سوره غالب دلائل چی هستند؟ نقلی هستند. خب اینجا عقلی هم. الله می فرماید اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم، این استفهام انکاری. آیا از این تعجب می کنند؟ نباید تعجب کنند که ما بر مردی کتاب را فرستادیم که از اونهاست، از جنس اونهاست. اکان للناس عجبا، مراد از ناس مشرک. آیا برای اهل شرک، برای مشرکان این چیز عجیب است که ان اوحینا الی رجل منهم، این که ما وحی کردیم به سوی مردی از آنان. اما چه وحی کردیم؟ مطلب وحی، خلاصه وحی ان انذر الناس، این مطلب را وحی کردیم که ای حبیب بترسان مردم را. کار پیغمبر چیه؟ انذار و تبشیر، هم بترسان. و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، الله می فرماید مجده بده به مؤمنان که چی؟ ان لهم قدم صدق عند ربهم، برای اونها قدم صدق است. قدم صدق نزد پروردگار یعنی چی؟ ببینید مشرک و کافر هم به گمان خودش عمل نیک انجام میده، گاهی صدقه میکشه، گاهی به گمان خودش نماز میخوانه، گاهی به حاجی‌ها خدمت میکنه، سویق و ستو میده، شربت و خرما میده. اما اعمال او که قبلا فرستاده برایش نمیماند ثابت، چون که به دلیل شرک اعمالش از بین میره. این عکس او هست، این مال مؤمن هست که ان لهم قدم صدق عند ربهم. قدم صدق دو معنی داره، یکی الاعمال الصالحه التي قدموها یا قدموها. قدم صدق معنیش اینه که اعمال صالحی که جلوتر فرستاده، نماز خوانده، تهجد خوانده، روزه گرفته، نفل خوانده، صدقه داده، اینا فکر نکن که ضایع شدن، اینا اونجا هستند. ای مومن تو که بمیری اینا همه برای ذخیره هستند. پس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، تفسیرش اینه. امام ابن کثیر نوشته قال مجاهد الاعمال الصالحه التي قدموها، اعمال صالحی که جلوتر فرستاده به مؤمنان بشارت بده که اون اعمال صالح برایشان میماند. اما بعضی دیگه گفتن قدم صدق یعنی مقام، جایگاه، درجه. چنانچه در تفسیر مظهری نوشته قال عطا ای مقام صدق لا زوال فی، مقام و جایگاه صادقانه که هرگز زائل نمیشه، بعد از 4 سال ریاست جمهوری از دست انسان گرفته نمیشه. معنیش اینه مقام صدق لا زوال فی.
یعنی منزلتا رفیعتا یسبقون الیها و یقیمون فیها. پس مراد از قدم صدق یعنی منزله رفیعه. پس به مؤمنان بشارت بده که برای آنها قدم صدق است. پس قدم صدق دو تفسیر کردیم. قدم صدق اعمالی که انسان قبلا میفرستد، این اعمال اونجا ذخیره هست، مثل اعمال کفار هباء منثورا نیست. تفسیر دوم قدم صدق یعنی این که جایگاه، منزلت رفیعه. قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. این زجر بر کفار است، سرزنش و توبیخ است. کفار گفته همان این پیغمبر العیاذ بالله جادوگر آشکار هست. الله تعالی بر اونها توبیخ بیان می فرماید، اما قبل از آن دلیل عقلی، چون این پیغمبر را از این پیغمبر اونها راضی نبودن به خاطر توحید، به خاطر الوهیت و رد شرک. الله تعالی دلائل توحید را بیان می فرماید. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام. همانا رب شما آن ذاتی هست که آفرید آسمان ها و زمین را فی 6 ایام در مقدار 6 روز. این بحث را قبلا خواندیم. خلق الارض فی یومین حامیم سجده، 2 روز زمین را. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ایام. 2 روز دیگه که مجموعاً 4 روز میشه، در زمین هر چه صلاحیت های زمین بود گذاشت، از خزانه و از ذخایر و از کشاورزی و هر چی که برای انسان لازم است. 2 روز دیگه فقضاهن 7 سماوات فی یومین. الله تعالی با یک کلمه کن میتوانست همه را درست بکنه، اما الله تدریج را آموزش میده و اینکه دنیا بر اسباب هست. ثم استوى على العرش، سپس خدا بر عرش مستوی شد. قبلا خدمت شما عرض کردم که این از آیات متشابهات است، چون که بر عرش نشستن ترجمهش معلوم است، بر عرش بر تخت نشست، اما چطور نشست کیفیت را الله میداند. به قول امام مالک رحمه الله الاستواء معلوم، استوا ما میدونیم یعنی چه، والکیفیت مجهول، به چه صورت خدا نشسته مجهول است. والایمان به واجب، ایمان واجب است. قرآن میگه چند جا گفته این جمله را. والسؤال عنه بدعت، سؤال هم بدعت است، چون غیر از خدا هیچ که نمیدوند. کسی از اسرار و رموز اون عالم خبر ندارد. پس ثم استوى على العرش، سپس بر عرش مستوی شد. اما من خدمت شما عرض کردم که حضرت شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید که معلوم میشه از سیاق و سباق از ما قبل و ما بعد. ایشون از ما قبل و ما بعد استنباط میکنن. هر جا که این آیه آمده قبل از اون بعد از اون میبینیم که بیان تصرفات و قدرت خدای عزوجل است. بیان این که الله عزوجل تمام امور را به دست گرفته، بیان شمس و قمر است، بیان زمین و آسمان است. لذا معلوم میشه که مراد از استوى علی العرش اون پادشاهی مطلق است که همه امور در اختیار او هست، همه کارها مال او هست. الان ببین بعد از این یدبر الامر، وقتی که مستوی بر عرش شد تمام امور را تدبیر می فرماید، تمام امور را رتق و فتق می کند. ما من شفیع الا من بعد اذنه، این مدعای سوره هست. هیچ شفیع نیست، هیچ سفارش کننده ای در دربار او نیست، الا من بعد اذنه، مگر بعد از اذن او، بعد از اجازه او. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، اون ذاتی که دارای این صفات است، دارای این ویژگی هست، اون الله است، اللهی که رب شماست. فاعبدوه، فقط او را عبادت کنید. افلا تذکرون، آیا شما پند نمیگیرید، پند حاصل نمی کنید؟
الیه مرجعکم جمیعا. اگر پند نمیگیرید این تخویف اخروی هست، بدان که فردای قیامت در محضر او حاصل میشی. الیه مرجعکم جمیعا، فقط و فقط بسوی اوست بازگشت همه شما. وعد الله حقا، همانا وعده الهی حق است. این وعده که شما را میکند شما همه اونجا حاضر میشید. خب دلیل این بعثت چیه؟ دلیل حاضر شدن به چه دلیل؟ الله دلیل را ذکر میکند، از امور بزرگتر استدلال میگیرد. انه یبدأ الخلق ثم یعیده، همانا آن ذات از ابتدا همه را خلق کرده، همه را آفریده. ثم یعیده، سپس برمیگرداند، اعاده می فرماید. به چه منظور؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تا که پاداش بدهد، جزای نیک بدهد کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند به قسط، به انصاف. اما منکرین، مشرکین، والذین کفروا لهم شراب من حمیم، الله می فرماید آنانی که کفر کردند، ای ستر الحق عنادا، برای آنها نوشیدنی هست از آب جوش. و عذاب علیم، و عذاب دردناک است، بما كانوا یکفرون، بسبب کفرشان. اللهم لا تجعلنا منهم. پس پاداش نیک برای مؤمنین بالقسط، به انصاف، یعنی هیچ چیزی از اعمالشون کاسته نمیشه. و عذاب برای کفار. این دلیل اول بود. دلیل دوم، هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، الله آن ذاتی است که خورشید را ضیاء قرار داد و ماه را نور. ببین ضیاء به اون میگویند که روشنیش ذاتی باشد، اصلی باشد. نور آن هست که روشنیش از جای دیگه گرفته شده. با توجه به اینکه ماه نورش را از چی میگیرد؟ از خورشید میگیرد و خورشید نورش اصلی هست. پس برای خورشید ضیاء استفاده کرد، برای ماه نور استفاده کرد. مثلا شما این لامپ را روشن میکنید در خانه تاریک، این لامپ خودش ضیاء هست، اون خانه و ماحول خانه نورانی شد به خاطر این لامپ، اون نور هست. یعنی اینجا پایین که زمین را میبینی این نور هست، اون که درخشنده هست اون چی هست؟ ضیاء هست. پس خورشید ضیاء هست، نورش ذاتی هست، میده به ماه، ماه هم نورش از خورشید گرفته میشه. الان امروز میگویند دانشمندان که نور ماه مستفاد از خورشید است. این را رسول الله صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش یک نبی امی به مکتب نرفته این گفته که نور ماه از خورشید گرفته شده. پس این دلیل اعجاز قرآن مجید است. اون زمان که هیچ علمی نبود، همون زمان فرمود والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، مقدر کرد برای اینها منازل، منزلهایی. خورشید منازلی دارد به نام برج. در این برج ها که 12 تا هستند، در طول 365 روز یک دور می زند. لذا 365 روز که به این منازل بره دیگه یک سال تکمیل میشه. ماه منازلی دارد که این منازل خودش را در ظرف 29 روز یا 30 روز تکمیل می کند. لذا شما از همین ترتیبی که ماه و خورشید دارن، شما حسابهای روزتون را، ماهتون را انجام میدید. یک جای جنسی معامله میکنی برای 2 ماه بعد، یک جای برای 1 سال بعد. شما از همین گشتن ماه و خورشید دیگه 1 سال و 2 ماه و 3 ماه را پیدا میکنید. بله،
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق. الله اینها را نیافریده مگر بحق، یعنی للحق و اظهار قدرته، برای اظهار قدرت حق آفریده. یفصل الآیات لقوم یعلمون، الله مفصلا آیات را بیان می کند برای قومی که یعلمون، این مستفیدین، قومی که می دانند. ان فی اختلاف اللیل والنهار، این تتمه همین دلیل است که شروع شده بود. دلیل شروع شد با خورشید. خورشید و ماه اینها سبب آمدن شب و روز می شوند. ان فی اختلاف اللیل والنهار، همانا در اختلاف شب و روز. و ما خلق الله فی السماوات والارض، و آنچه که الله آفریده از آسمان و زمین، در اختلاف اینها لآیات لقوم یوقنون، آیات و نشانات است، اما برای کسانی که یقین کنند، یقین کنند در به قدرت الله عز و جل. اما انسان ها از این دلائل از نظر استقبال و پذیرش دو نوع هستند. یک گروه از انسان ها اونهایی که قبول نمی کنند، تمرد می کنند، سرکشی می کنند، اینجا عذاب برای اونها بیان شده. و یک گروه دیگر که قبول می کنند. پس در پایان این رکوع هر دو گروه مورد بحث قرار گرفته. الله می فرماید ان الذين لا يرجون لقاءنا، همانا کسانی که امیدی ندارن به ملاقات ما. این صفت اول محرومین از قرآن. محرومین از قرآن اونایی است که اعتقاد به قیامت ندارند. لا يرجون لقاءنا یعنی چه؟ به قیامت، به ملاقات ما اعتقادی ندارند. و رضوا بالحیات الدنیا، این صفت دومشون، دل بستن به زندگی دنیا، راضی هستن به زندگی دنیا. و اطمئنوا بها، سوم، و در دنیا مطمئنند، آرامششون در همین جاست. چهارم، وصف چهارم، والذین هم عن آیاتنا غافلون، آنانی که از آیات ما غافل هستند. چه از آیات تکوینی که در این عالم هست، زلزله ها هست، سیل ها هست، کوه ها هست، دریاها، چه از آیات تشریعی که بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل میشه. اونایی که از آیات ما غافل هستند، اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، اینها اهل آتش هم به سبب عمل کردشان که کسب میکنن. اما ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت از کسانی که ایمان میآورند و عمل صالح انجام میدند. یهدیهم ربهم، هم قوه اعتقادی هم قوه عملی بیان شد. پروردگار آنها را هدایت میکند، راهنمایی میکند. ببین از قبل اونها هدایت هستند که ایمان و عمل صالح از راهنمایی میکند به سبب ایمانشان به سوی بهشت. چنانچه مدارک نوشته یسددهم بسبب ایمانهم للاستقامت على سلوک الطریق، اونها را الله تعالی سدید و راست میکند بر، عرض کنم که این که بر راه بروند، راه راست، اون راه راستی که المؤدی الی الثواب، باعث چی میشه؟ ثواب میشه. مجاهد گفته یهدیهم علی الصراط الی الجنه، اون راهی را اونها را راهنمایی میکند و گامزن میکند که اون راه منتهی میشه به بهشت. الله میفرماید یهدیهم ربهم بایمانهم، رب آنان را هدایت میکند به سبب ایمانشان. تجری من تحتهم الانهار، از زیر درختان و کاخها و قصرهای اونها نهرها جاری هست. فی جنات النعیم، در جناتی که سراپا اون جنات نعمتند. در اون جنات که قرار گرفتند چه ادعایی دارند؟ دعواهم فیها سبحانك اللهم،
ادعایشان در آن بهشت و یا قولشان سبحانك اللهم هست، بار اله تو پاکی. و تحیتهم فیها سلام، و در اون بهشت به هم دیگه تحیه میگویند، به هم دیگه سلام میگویند، یعنی سلام محبت میارد، سلام دعای خیر هست. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. وقتی که همدیگر را میبینند، با همدیگر کلام میکنند، همدیگر منشینند، وقتی که بلند میشوند آخرین دعوایشان یعنی کلامشان الحمد لله رب العالمین هست. این کار بهشتی ها هست. الان ببینید اگر ما در همین دنیا همین اعمال را احیا بکنیم، یعنی وقتی همدیگر را میبینیم سلام بگیم، وقتی با هم در جلسه منشینیم از اوصاف خدای عزوجل و تعریف و تمجید خدا چنان بیان کنیم که هر وقتی که بلند میشیم بگیم الحمدلله رب العالمین. واقعا همه محامد و همه خوبی ها و همه ستایش های خوب اختصاص دارد به اللهی که رب عالمیان هست. پس اینجا میشه همون اعمال بهشتی. بعد از اینکه در آغاز این سوره مبارکه یونس دو تا دلیل توحید، دو تا دلیل عقلی بر اثبات توحید خواندیم و همچنین تخویف و تبشیر، تخویف بر مجرمان و برای الذین لا یرجون لقاءنا، کسانی که اعتقادی به خدا و به قیامت ندارند. حال جواب یک شبهه را بر اینکه چرا عذاب عاجل نمیاد میخوانیم، چون که همیشه مشرکان برای عذاب عجله داشتند، از آن جایی که باور نداشتند، اعتقاد نداشتند، ایمان نداشتند، لذا برای وقوع عذاب عجله داشتند. حتی که در سوره انفال میخوانیم بعضی از سردمداران شرک امثال نضر ابن حارس می گفت اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. بار اله اگر آنچه که محمد میگوید صلی الله علیه و سلم اگر این حق است، راست است، پس بر ما سنگ بباران، فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا عذاب دردناک را زودتر برای ما بیار. تمنا میکردند، تقاضا میکردند. حال این شبهه هست، این سوال هست که وقتی که اونها این اندازه عجله داشتن چرا عذاب نیامد؟ الله می فرماید در اینجا جواب میده که اگر خدای عزوجل تعجیل میکرد، عجله میکرد، فوراً عذاب می آورد، همان گونه که اونها برای عذاب برای خیر عجله دارند. انسان وقتی که دنبال خیری باشد، دنبال خوبی باشد، هم عجله دارد. اون وقت الله می فرماید که فیصله می شد و هیچ چیزی باقی نمی ماند. ولو یعجل الله للناس، اگر خدا عجله می کرد برای مردم شر یعنی عذاب را، استعجالهم بالخیر، اینجا کاف تشبیه مقدر است، ای که استعجالهم، مثل عجله مردم که عجله دارن برای خیر، لقضی بینهم، بینشان فیصله می شد. اما ما فورا عذاب نمی دهیم،
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. ما ترک میکنیم یعنی بلا عذاب، بدون عذاب میگذاریم کسانی را که اعتقادی به ملاقات ما ندارند، قیامت را قبول ندارند، ایمان ندارند، میگذاریم آنها را فی طغیانهم، در سرکشیشان سرگردان، به معنی عمه کوری دل را میگن، یلعبون یتحیرون. عمه معنیش این هست که غافل سرگردان بمانند، ما میگذاریم. و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. باز هم زجر هست، اما زجر بر انسان مشرک. الله می فرماید هرگاهی که به انسان میرسد آسیبی، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، در هر حال ما را میخواند، در هر حال از ما استمداد میکند. لجنبه یعنی به پهلو افتاده یا ایستاده یا نشسته، او قاعدا نشسته یا ایستاده. اما وقتی که مشکلش را دور میکنیم، فلما کشفنا عنه ضره، دور میکنیم از او ضررش را، آسیبش را، مر کأن لم یدعونا الی ضر مسه، چنان میرود، چنان ما را فراموش میکنند، میرود کأن لم یدعونا، گویا ما را نخوانده به ضرری که به او رسیده. یعنی انسان زود فراموش میکند، خدا فراموشیش زود هست. وقت مصیبت ما را با تضرع، با زاری میخواند. الله میفرماید کذالک زین للمسرفین ما كانوا یعملون. این گونه برای مسرفین، برای مشرکین مزین شده و آراسته شده اعمال مشرکانهشان. ما كانوا یعملون یعنی اعمال مشرکانهشان، آن اعمالی که انجام میدهند، این اعمال برایشون مزین و آراسته قرار داده شده. خب حال بعد از اینکه الله تعالی از ناسپاسی و ناشاکری مشرکان گفت، تخویف دنیوی بیان می‌فرماید. الله می‌فرماید که شما برید اطرافتون را بپایید، بررسی بکنید، ببینید چقدر قوم قبل از شما هلاک شدند، چه انسان‌هایی قبل از شما نابود شدند. آخه علت چی بود که ما اونها را هلاک کردیم؟ شما چرا فکر نمی کنید و به عاقبت نمی اندیشید؟ ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. الله می فرماید همان ما هلاک کردیم قرون گذشته را، به انواع العذاب بنویسید، با انواع عذاب ها. چه زمانی سبب هلاک چی شد؟ لما ظلموا، زمانی که آنها ظلم کردند، ما آنها را هلاک کردیم. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. رسل پیششان آمد با بینات، پیامبران با معجزات آمدند. وما كانوا ليؤمنوا، اما آنها ایمان نیاوردند. به سبب عناد، به دلیل عناد اونها ایمان نیاوردند، پس ما اونها را هلاک کردیم. كذلك نزل قوم المجرمین. این بیان سنت الله است. الله اینگونه به کیفر اعمال میرساند قوم مجرم را، لذا اونها را ما هلاک کردیم، از بین بردیم. ثم جعلناكم خلائف في الارض. سپس شما انسانهای موجود را، شما انسانهایی که الان حضور دارید و مخاطب قرآن هستید، شما را ما خلیفه قرار دادیم. ثم جعلناكم خلائف في الارض. سپس ما قرار دادیم شما را خلیفه در زمین. من بعدهم، بعد از اون اولیها. لننظر کیف تعملون. حکمت جعل، تاکه ما ببینیم شما چگونه عمل میکنید. شما شرک میکنید یا راه ایمان را میگیرید. لذا الله تعالی میفرماید شما احوال گذشتگان را بررسی بکنید، علت عذاب اونها را ببینید، بعد برای خودتون تجدید نظر کنید. چرا شما به این فکر نیستید؟ و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات. از اینجا زجر و توبیخ هست، سرزنش هست الله تعالی بر مشرکین، که مشرکان
چگونه آیات وقتی که تلاوت میشد چه عکس العملی نشان میدادند. الله میفرماید و اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات، هرگاه بر آنان تلاوت می شود آیات ما، آیاتی که بینات هست، واضحات هست، همه مسائل را آشکار بیان می کند. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا، میگویند کسانی که اعتقادی به ملاقات ما ندارن، لا یرجون امید ندارن، ولی منظور اعتقاد است، ایمان است. میگویند ائت بقرآن غیر هذا او بدله، ای پیامبر قرآنی غیر از این بیار یا تبدیلش بکن. ببینید اونها میگفتن غیر از این قرآن، یعنی قرآنی بیار که در اون مذمت خدایان ما نباشد، رد خدایان ما نباشد. تو این همش رد خدایان ما هست، توهین به خدایان ما هست و برای ما آیات وعید هست. دو چیز، یکی این که قرآنی باشد که بر علیه خدایان ما چیزی داشته نباشد، دوم این که آیات وعید نباشد، عذاب، بیم دادن، تهدید، بلکه همیشه ما را امید بده، به ما را مژده بده. الله تعالی به پیغمبرش میگه ای پیغمبر بگو که در دست من نیست، در اختیار من نیست، من بنده خدا هستم که صرفاً و صرفاً از وحی الهی تبعیت میکنم. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، اعلان بفرما، در جوابشان بگو ما یکون لی، برای من نیست، در اختیارات من نیست، این نفی مختار کل، ان ابدله من تلقاء نفسی، این که تبدیل کنم از جانب خودم مطالب قرآن را، موضوعات قرآن را من تعیین بکنم، نه، به دست من نیست. من وظیفه چیه؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، من پیروی نمی کنم مگر آنچه که وحی میشه به سوی من تابع وحی الله هستم. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من میترسم اگر من نافرمانی کردم از پروردگارم از عذاب روزی بس بزرگ. من خودم از الله بیم دارم، میترسم، من چنین کاری نمی کنم، در اختیار من نیست. من که برای شما تلاوت میکنم، من خدا دستور داده، اگر خدا میخواست من نمیخواندم، ولی خدا خواسته که من برای شما بخوانم همین مطالب را، همین آیات را. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، اگر خدا میخواست من تلاوت نمی کردم بر شما، ولا ادراکم به، و من شما را به این خبر نمی دادم، درباره این مطالب برای شما چیزی نمی گفتم اگر خدا می خواست، ولی خدای تعالی خواسته که من برای شما بخوانم. فقد لبثت فیکم عمرا من قبله، الان پیغمبر را خدا می فرماید استدلال بگیر از احوال گذشته، همانا من ماندم عمرا من قبله، در میان شما یک عمری قبل از این، یعنی عمری که حدوداً 40 سال است، 40 سال قبل از این من در میان شما بودم. شما منو میشناسید. از چه جهت شما میشناسید؟ شما میبینید، میدانید که من قبلا هیچ مکتبی نرفتم، هیچ سواد و علمی نیاموختم. این مطالبی که امروز میگویم، این مطالب را قبلا نمیدونستم، لذا امروز که دارم من اینها را میگویم و این اخبار را، این وعید را به شما میدهم، درباره اقوام گذشته برای شما تعریف میکنم، خب میدانید که اینها به خاطر وحی الهی است، و الا قبلا من چنین مطالبی نمیدونستم، بلد نبودم. افلا تعقلون، آیا شما عقل ندارید؟ شما درک نمی کنید؟ شما متوجه نیستید که من قبلا در میان شما بودم، مکتب نرفته بودم، سواد نداشتم، خواندم بلد نبودم،
و بعد صداقت و امانت من هم برای شما معلوم هست، سابقه من در وسط شما هست. لذا الان که من این مطالب را میخوانم، این مطالب را میگم، از طرف الله تعالی مأموریت دارم. فمن اظلم ممن افترا، باز اگر من بر خدا افترا بگویم، از خود درست کنم، میدانید که هیچ انسانی ظالم تر نیست از اون کسی که بر خدا افترا بگوید. چرا من چنین چیزی بگویم؟ فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، چه کسی ظالم تر از اون کسی که افترا میگوید بر الله، افترای دروغ، یا تکذیب کند آیات خدا را. انه لا یفلح المجرمون، همان شأن این است که مجرمان رستگار نمیشوند. المجرمون المشرکون تفسیر خازن گفته، اونا رستگار نمیشوند، شما همون هستید. لذا شما تنها راه رستگاریتون این است که به این وحی که من از طرف خدای عزوجل آوردم پایبند و عامل باشید. حال بعد از این که اینا دلیل وحی بودند و فریضه پیامبر بودند، الله تعالی به نبیش گفت شما این گونه وظیفت را اعلام کن. در اینجا میخوانیم که آنان باز هم زجر و شکوه بر آنان است که آنها بغیر از خدای عزوجل خدایانی معبودانی که هیچ نفع و ضرری ندارند، هیچ توان و قدرتی ندارند، اونها را پرستش میکنند. الله می فرماید و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، پرستش میکنند غیر از الله آنهایی را که لا یضرهم، ضرر نداره برای آنان در صورت ترک عبادت، ولا ینفعهم، و نفعی برای آنها نداره در صورت چی؟ عبادت. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها میگویند اینها سفارش کنندگان ما نزد الله هستند، نزد الله برای ما سفارش میکنند. قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، الله تعالی میفرماید شما به خدا داری خبر میدهید اون چیزی که خدا نمیداند در آسمان و زمین. یعنی خدا برای خدا شما شریکانی ثابت میکنید که خدا سراغ ندارد چنین شریکانی برای خودش. مطلب اینه، نه در آسمان نه در زمین چنین شریکانی وجود ندارد. شما به خدا دارید میگید که خود خدا هم اطلاع ندارد. سبحانه و تعالی عما یشرکون، الله پاک است و برتر است از اون معبودانی که اینها شریک خدا قرار میدهند. حال الله عزوجل باز هم توبیخ بیان میفرماید که ابتداءً همه مردم بر امت واحده بودند، بر مسیر واحد بودند، بر دین واحد بودند، اما در میان خودشون اختلاف کردند. ما خواندیم هم که اختلاف را چه کسانی انداختند و چرا چگونه انداختند. لذا علماء سو بودند به خاطر اینکه با هم حسادت داشتند، با هم مشکل داشتند، با دعوتگران توحید مشکل داشتند، اختلاف انداختند. و ما کان الناس الا امه واحده، مردم نبودن مگر امت واحده بودن، یعنی همه موحد بودن. فاختلفوا، اختلاف کردند یا اختلاف انداختند بین الناس بغیا بینهم. الان سوال اینجاست که وقتی که مردم راه شرک را گرفتند، راهی غیر از راه خدا گرفتند، چرا الله عزوجل اونها را عذاب نمی دهد؟ چرا خدا گرفتارشون نمی کند؟ الله می فرماید ولولا کلمة سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. الله می فرماید از قبل فیصله پیش خدا شده
پیش خدا فیصله چی شده؟ فیصله این که عذاب وقت معینی دارد، یا در همین دنیا در یک وقت مشخصی هست، یا اگر در این دنیا نباشد در آخرت که علی ای حال هست. پس اون فیصله قبلی و تعیین شده الله تعالی باعث میشه که به اونها هنوز مهلت داده بشه. بس عذاب که نمیاد، الله تعالی مثل ما عجله ندارد، هر چیز را معین کرده، هر چیز به وقتش میاد. لذا الله می فرماید ولولا کلمة سبقت من ربک، اگر کلمه سبقت نکرده بود از جانب رب. منظور از سبقت کردن کلمه یعنی فیصله الهی در مورد تاریخ عذاب، موعد عذاب. اگر آن نبود لقضی بینهم فیما فیه یختلفون، بین آنان فیصله میشد در آن چیزی که آنها اختلاف دارند، ولی الله تعالی از قبل فیصله کرده. و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، باز زجر توبیخ بر خواسته مشرکان. اونها می گفتن چرا آیه‌ای که ما می خواهیم، آیه مطلوبه، آیه مقترحه، معجزه‌ای که ما می خواهیم، چرا اون نازل نمیشه؟ و یقولون لولا انزل علیه آیت من ربه، چرا نازل نمیشه بر او آیه از جانب ربش؟ فقل انما الغیب لله، بگو جز این نیست که غیب فقط و فقط برای الله است. منظور چیه؟ جواب با سؤال بظاهر تطبیق ندارد. اونها آیه میخواستند، جواب داده شد که بگو غیب مال الله است. تطبیقش به این صورت است که اون آیه هم به دست الله تعالی است که آیا اون آیه نازل میشه یا نازل نمیشه. داننده اون هم الله هست، و اگر آیه نیاد، آیه مطلوبه، اون وقت معلوم نیست که شما اگر بیاد شما بپذیرید یا نپذیرید. لذا همه اینها از مسائل غیب هستند که من محمد نمیدانم. لذا شما هم منتظر باشید، من هم منتظر میمانم ببینم خدا چه فیصله میکند. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باشید، من هم با شما از منتظرین هستم. الله تعالی می فرماید، باز هم بیشتر در این آیات توبیخ هست، زجر هست، سرزنش است بر افعال مختلف، اقوال مختلف، عمل کرده انسان ها. بیشتر منظور از الناس یا الانسان اینجا انسان مشرک است، انسان ناسپاس است. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیاتنا. الله می فرماید هرگاه بچشانیم به انسانها رحمتی، منظور از رحمت ای خصبا وسعتا، فراخی و فراوانی، سرسبزی، بهار، هر چیزی که طبق میلش باشد. من بعد ضراء مستهم، بعد از ضرر و آسیبی که به اونها رسیده، یعنی ابتدا برای اونها الله تعالی مشکل آورده، بعداً وقتی که رحمتی برسد اذا لهم مکر فی آیاتنا، اینها فوراً توطئه میکنن درباره آیات ما، منظور با آیات ما مبارزه میکنن، تمسخر میکنن. قل الله اسرع مکرا، بگو الله عزوجل از نظر مکر، تدبیر، اسرع هست منکم، از شما زودتر الله تعالی تدبیر میکند، جلوی شما را میگیرد. و این هم شما بدانید که شما هر چی میگویید، هر چی میکنید بر علیه آیات خدا، بر علیه دین خدا، بر علیه دعوت پیامبران ما یا فرشتگان ما، آنها را می نویسند.
فرشتگان هم رسول الله هستند. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، تمام توطئه شما را، مکر شما را، نیرنگ شما را می نویسند. یعنی مواظب خودتون باشید، هر نقشه‌ای بکشید، هر تدبیری بکنید، همه اینها مکتوب میشه، نوشته میشه. دیگه تهدیدی از این بزرگتر که انسان وقتی که بدونه همه چیز را می نویسند. جلساتی که پشت درهای بسته دارم، برنامه ریزی که بر علیه دین، بر علیه اهل دین، بر علیه اهل حق دارم، همه نوشته می شوند. این تهدید بزرگی هست. و باز بر این الله تعالی دلائل ذکر می کند، دلائل توحید. خدا قدرتمند است، خدا توانای مطلق است، همه چیز به دست او هست. الله می فرماید هو الذی یسیرکم، این دلیل چهارم توحید است عقلی. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، الله آن ذاتی هست که شما را سیر می دهد، شما را می برد در خشکی و در دریا. هر جا سیر از طرف الله است، برای شما امکانات سواری مرکب فراهم کرده. حتی اذا کنتم فی الفلک، حتی که زمانی شما باشید در کشتی، و جرین بهم بریح طیبه، و می برد آنان را کشتی. ببین این التفات است از خطاب به غیبت. اول الله تعالی در اول آیه خطاب کرد شما، بعدا از خطاب، این یکی از زیبایی های بلاغت است، از خطاب به صیغه غائب باید بر اساس گذشته می بود. و جرین بکم، خداوند شما را، کشتی شما را می برد به وسیله باد و نسیم موافق زیبا، اما نگفت بکم بلکه بهم، آنان را. و جرین بهم بریح طیبت، و آنان را جاری کرد و برد با باد طیبه، باد زیبا. باد زیبا در دریا اون بادی هست که موافق سیر کشتی باشد، موافق حرکت کشتی، به هر سمتی که کشتی میره باد همون طرف بوزد. این ریح طیبه هست، از جانب مخالف نیست. و فرحوا بها، و به اون خوشحالند و مغرورند، یعنی می نازند، افتخار می کنند که کشتی چه زیبا می رود. جاءتها ریح عاصف، الله می فرماید در این وقت جاءتها، می آید پیش آن طوفان شدید، باد وزنده شدید. و جاءهم الموج من كل مکان، پیش آنان موج از هر طرف می آید. و ظنوا انهم احیط بهم، یقین می کنند که الان مورد احاطه خدا قرار گرفتن، یعنی کم کم عذاب می آید. الله می فرماید وقتی که در چنین حالتی قرار می گیرند، دعوا الله مخلصین له الدین، آنان صدا می زنند، فریاد می زنند الله را، در حالی که خالصتا دعا را، فریاد را به خدا اختصاص می دهند و می گویند لئن انجیتنا من هذه، بار اله اگر ما را نجات دادی از این مهلکه، از این طوفان، لنکونن من الشاکرین، حتما ما از انسانهای شاکر و سپاسگزار خواهیم بود. ببینید الله تعالی میگوید که حاصل این مطلب این از خلاصش که گاهی اینطور میشه شما در دریا میرید، کشتی شما را میبرد، باد موافق است، سیر و مسیر بسیار آرام هست، شما هم خوشحال مغرور و که دارید در سفر دریایی می روید، از خدا فراموش، ناگهان طوفانی میاد، از هر طرف موج میاد، کشتی شما با صخره‌های آب بازی می کند، میزند بالا و میاد پایین. الان شما یقین میکنید پایان زندگیتون هست، چیکار میکنید؟ همه خدایان باطل را فراموش میکنید، فقط خدا را صدا میزنید و اونجا این تمنا را میکنید، این التجا و تضرع را میکنید، خدای اگر ما را نجات دادی
ما بعد از این شکرگزار میشیم، دیگه کفران نعمت نمی کنیم. اما وقتی که خدا نجاتشون میده دوباره الله میفرماید در زمین فساد میکنن. خب چرا خدا را خالصتا صدا میزنند معبودان را؟ یکی اینه که اونها اعتقاد داشتن معبودان آنان در کارهای کوچک کوچک میتوانند نقشی داشته باشند، در کارهای بزرگ، در مصیبتهای بزرگ نقشی ندارند. اما نکته دیگری را که حضرت شیخ حسین علی رحمه الله نوشته، شیخ نوشته این به خاطر تبلیغ و انذار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه اونها را از عذاب میترسونده، همیشه آنها را بیم میداده و میگفته که خدا شما را گرفتار میکند. لذا گاهی که کشتی سوار میشدند و به مصیبتی گرفتار میشدند، آفتی میآمد، سیل میآمد و موج میزد، طوفان میآمد، اونا فکر میکردند که این همون عذابی است که محمد گفته، لذا میترسیدند. فقط خدا را میخواندند، فقط صدا میزدند ما اشتباه کردیم و دیگه انجام نمیدهیم. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر ما را نجات دادی دیگه موحد میشیم، فقط تو را پرستش میکنیم، دیگه کسی را شریک قرار نمیدهیم. اما بعد از اینکه خدا نجاتشون داد فراموش میکنند یا فکر میکنند که اون یک حادثه طبیعی بود، فکر نمی کنند که گرفت خدا بود، مؤاخذه خدا بود. دوباره ادامه میدهم مسیر شرکی خودشون را. لذا الله تعالی این حادثه را، این واقعه را بیان می‌فرماید. گاهی ما انسان‌ها، ما مسلمانان همچنین گاهی به مشکلی مواجه میشیم، خطری ما را تهدید میکند، هم نظر میکنیم برای خدا و هم عهد میکنیم که خدایا همین بار مرا نجات بده، دیگه من ذره تو را نافرمانی نمی کنم، ذره از حکم تو سر باز نمی زنم و تا آخر عمر طاعت و بندگی می کنم، غفلت نمی کنم. اما وقتی که خدای تعالی بر ما لطف می کند، ما را نجات می دهد، مجددا ما به همون لهو و لعب، به همون غفلت، به همون خدا فراموشی، بی نمازی رجوع می کنیم. لذا هر انسانی فراموشکار است، هر انسانی غفلت تو فطرتش هست. الله می فرماید، آنها می گویند لئن انجیتنا من هذه، اگر ما را نجات دادی از این مصیبت، لنکونن من الشاکرین، ما حتما از شاکرین خواهیم بود، یعنی حق شناس، موحد. جلالین گفته فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض، زمانی که الله آنها را نجات میده در این هنگام میبینیم یبغون فی الارض، در زمین آنها فساد میکنن بغیر حق، بغاوت، فساد، شرک. یا ایها الناس، الان الله خطاب میکند به پیغمبر، میگه به اینها بگو یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، جز این نیست که این بغی شما، این تعدی و تجاوز و فساد شما، علی انفسکم، بر علیه خودتان، بر علیه نفستان، متاع الحیات الدنیا، فی متاع الحیات الدنیا، فی مقدر است، در این زندگی دنیا و استفاده کردن از زندگی دنیا در این چند روز هست. ثم الینا مرجعکم، سپس به سوی ما مرجع شماست، رجوع شماست، بازگشت شما به سوی ماست. فننبئکم بما کنتم تعملون، ما به شما خبر میدهیم آنچه که شما عمل کردید. خب الله تعالی فرمود که چند روزی شما در دنیا زنده هستید، متاع الحیات الدنیا. حال در آیه بعدی تزهید من الدنیا است
یعنی مثال زندگی دنیا با در قالب این مثال که این بیانگر این هست که انسان هر چی در دنیا داشته باشد آخر فناست، آخر زوال است، آخر پایان هست. الله می فرماید انما مثل الحیات الدنیا، جز این نیست که مثال زندگی در دنیا، زندگی در دنیا مثل چی میماند؟ مثل آبی میماند که از آسمان نازلش میکنیم، این آب با نبات زمین و با بذر زمین خلط میشه و میروید تبدیل به یک باغی میشه، به یک زراعتی میشه، به گلستان تبدیل به گلستانی میشه، زیبا و مزین، همه جا سرسبز. اما آخر زمانی که اهل اون زمین، صاحب اون کشت، صاحب اون زراعت خوشحال است، فکر میکنه الان نتیجه داره، الان دیگه من درویش میکنم و من محصول زحمتم را بر میدارم، ناگهان ما اون را چیکار میکنیم؟ برای اون آفتی میاریم، برایش مصیبتی میاریم، اون هرچی که کشت هست کشت را میسوزانیم، خرابش میکنیم، دست خالی میماند. لذا انسان همچنین، انسان در دنیا، در زرق و برق دنیا مشغول تلاش میکند، کوشش میکند و انسان فکر میکنه الان نتیجه هست، در همین دنیا زحمت کشیده، ناگهان موت برو می آید، همه نقشه ها برباد میشه. گاهی میبینیم، شما هم مشاهده میکنید، گاهی انسان هایی هستن خیلی تلاش میکنن، تمام عمرشون سرمایه جمع میکنند، بعد از اون سرمایه باغی آماده میکنند، ساختمانی، کاخی آماده میکنند برای رفاه، برای خوشگذرانی. بعد از اینکه تمام زحمت را میکشن، کارشون تمام میشه، میخواهند که بپردازند به راحت، ناگهان موت میآید، مهلتشون نمیده. حتی دیده شده چندین انسان برای رفاه خودشون امکاناتی، مسکن خوبی، ساختمان زیبایی درست میکنند، هنوز استفاده کردن را شروع نمی کنند که قبل از اون میمیرند. لذا الله میفرماید که پس این دنیا برای راحتی، برای ماندن قابل اعتبار نیست، به این دنیا دل نبندید. انما مثل الحیات الدنیا، جز این نیست که مثال و حالت زندگی دنیا کما این انزلناه من السماء، مثل آبی میماند که ما نازلش کردیم از آسمان. در چه چیزی تشبیه است؟ فی قلت مدتها و فنائها بعد قلیل، فی قلت مدتها و فنائها بعد قلیل، در این که مدت واقعا کم است و بعد از اندک زمانی فنا میشه، از بین میره. این آب را که الله میفرسته فاختلط به نبات الارض، به با سببی است، به سبب این آب نبات زمین مخلوط میشه با خاک و به هر حال آب میره اونجا، بهش آب میده، تر میشه. کدوم نبات؟ مما یأکل الناس والانعام، تمام اون سبزیجاتی که هم مردم میخورند هم چارپایان، یعنی هم از درخت ها برای میوه یا زراعتی که گندم و جو و برنج که مردم استفاده میکنن یا چارپایان میخورند. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، حتی وقتی که زمین میگیرد زیباییش را، زخرف زیبایی ظاهری نمیگن، و زینت، این عطف تفسیری زخرف است، یعنی اون زمین مزین میشه، اون زمین زیبا میشه. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، میپندارند اهل زمین که آنان قادر هستند بر اون زمین که از این به بعد درو میکنیم، محصول را به دست میاریم، راحت زندگی میکنیم،
چند میلیون سود میبریم. در همین فکر هستند که اتاها امرنا لیلا او نهارا. الله میفرماید امر ما میآید ای قضاؤنا للهلاک، اون برنامه ریزی که ما برای نابودی این کردیم او میآید چه به شب چه به روز. فجعلناها حصیدا، حصید یعنی درو شده، قطع شده. اون زمین را چنان قرار میدیم که گویا درو شده، هیچ اثری از سبزی نمیماند. که لم تغن بالامس، گویا دیروز هیچ فایده ای نداد، یعنی دیروز این زمین زمین آبادی نبود. پس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون، این گونه ما مفصل آیات را توضیح میدیم برای قومی که فکر کنند. برای مسلمان، برای متفکر. ببین الله تعالی توضیح داده، ما باید روی این فکر بکنیم. حاصل تفکر این میشه که این دنیا که آخرش فنا هست، آخر هم نه زود فنا هست. شاید ما به استفاده کردن و بهره از اون نرسیم، پس چرا به این دل ببندیم؟ چیکار بکنیم وقتی که دل نبندیم؟ کجا بریم؟ بریم به اون سمت و سوی که خدا ما را میخواند. خدا ما را دعوت میده. خدا به کجا میخواند؟ خدا به سوی بهشت میخواند. والله يدعو الى دار السلام. به دنیا که دل نده برو به طرف بهشت. والله يدعو الى دار السلام. الله میخواند، دعوت میدهد به سوی دار سلام، اون داری که همیشه سلامتی است. سلامتی است، هیچ خطر اونجا نیست، خطر نابودی نیست، خطر فنا نیست، خطر از بین رفتن نیست. همیشه سلامتی، همیشه زیبایی، همیشه خوبی. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. و الله هدایت میکند کسی را که بخواهد. یشاء هدایته، کسی که خدا هدایتش را بخواهد او را راهنمایی میکند به صراط مستقیم. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل